مردی در حال قدم زدن بود که دید یک خر در گل گیر کرده و صاحبش هر کاری می کند نمی تواند درش بیاورد. مرد رهگذر به کمک صاحب خر رفت و دم خر را گرفت و کشید که ناگهان دم خر کنده شد. صاحب خر عصبانی شد و شروع کرد به فریاد زدن که باید تاوان بدهی. مرد ترسید و فرار کرد. او در حال فرار بود که ناگهان وارد حیاط یک خانه شد. زن صاحب خانه که باردار بود کنار حوض ایستاده بود که چنان ترسید بچه‌اش سقط شد. شوهر زن هم شاکی شد و به دنبال مرد دوید. مرد رهگذر دوباره فرار کرد و به پشت بام رفت. پیرمردی بیمار کنار دیوار دراز کشیده بود و پسرش کنار او نشسته بود و منتظر طبیب بودند که ناگهان مرد رهگذر از پشت بام پرید و از شانس بدش به روی شکم پیرمرد بیمار افتاد و پیرمرد همان لحظه جان به جان آفرین تسلیم کرد. مرد رهگذر بیشتر ترسید و با سرعت بیشتری شروع به فرار کردن کرد. پسر پیرمرد هم عصبانی شد و به دنبال مرد رهگذر دوید. مرد رهگذر با سرعت می‌دوید که این بار به یک مرد یهودی برخورد کرد. مرد یهودی به روی زمین افتاد و تکه چوبی به چشم مرد یهودی فرو رفت و یک چشم او کور شد. مرد رهگذر که دید اوضاع خیلی خراب شده به سمت خانه قاضی دوید که از او کمک بخواهد. مرد رهگذر ناگهانی و اتفاقی وارد خانه قاضی شد که دید به به، قاضی در حال انجام کارهای خاک بر سری است. مرد رهگذر به قاضی گفت به دادم برس و کل داستان را برای او تعریف کرد. قاضی همچون مرد رهگذر مچش را گرفته بود و ترسید که رسوا بشود، تصمیم گرفت از او دفاع کند. ابتدا یهودی گفت این مرد چشم مرا کور کرده. قاضی گفت قانون میگه دیه مسلمان از یهودی بیشتر است، پس باید چشم سالمت را هم نابینا کند تا بشه یکی از چشمهاش را ازش بگیری. یهودی قبول نکرد و قاضی هم مرد یهودی را به دلیل شکایت بیمورد جریمه کرد. پسر پیرمرد گفت این مرد پدر بیمار مرا کشت. قاضی گفت پدرت مریض بوده و نصف جان داشته. تو هم دقیقاً باید نصف جان این مرد را بگیری. بیشتر بگیری کارت تمام است. پسر هم جا زد و قاضی او را هم جریمه کرد. نوبت شوهر زن باردار شد. قاضی گفت قصاص وقتی است که نتوانی جبران کنی. خب الان می توانیم زنت رو به عقد این مرد در بیاریم که دوباره زنت را حامله کند. مرد گریان شد. ناگهان صاحب خر به سمت در رفت و گفت من شکایتی ندارم، فقط می روم 2 شاهد بیاورم که شهادت دهند خر من از کرگی دم نداشته. ما در پرفسفر وان مطالبی را می سازیم که شما بپسندید. به ما ملحق شوید.